اخراجم قرار داشت. اکبرپور چه استوپی میکنه توپ رو در اون وضعیت. حالا یه پاس خوب هم میده. دوباره موقعیت تیم استقلال، یه برگردونی توی دروازه، یه سوپر گل از آرش برهانی. دقیقه 42 به 5 تعداد خطاها بوده. ارسال توپ به داخل محوطه جریمه، یه ضربه برگردون، موقعیت و توی دروازه. گل تساوی رو تیم استقلال به ثمر میرسونه. یه حرکت عالی از برهانی. برهانی همه رو جار گذاشته. برهانی میتونه سوپر گل بزنه توی دروازه. یه گل فوق‌العاده از برهانی، واقعا عالی زد. استقلال فرصت برای جباری هست، پاس تو در عالی، آرش برهانی، ضربه و توی دروازه. مطمئنن این گل بیش از گل اول استقلالیا رو خوشحال میکنه، اونم به خاطر اینکه آرش برهانی گل زده. از قرائن برمیاد که استقلال در این بازی متفاوت خواهد بود. داخل محوطه جریمه گل. اینم گل سوم آرش برهانی. هوا گل محمد داخل محوطه جریمه. هوا فرصت برای تیم استقلال و گل برای استقلال آرش برهانی. فرصت برای برهانی و گل دوم باز آرش برهانی. توی در یک سال میرسم توی دروازه آرش برهانی به سابقه یک مرسل میکنه به نفع استقلال. یک پرسپولیس جانوالی تو با بلند سمت گل دروازه. مقدم بازیکن استقلال آرش برهانی و گل مساوی رو آرش برهانی به ثمر میرسونه. 1-1 مساوی. سری میره و میگه باید کار رو دنبال کنن. آرش برهانی حساب کار 1-1 مساوی میکنه. آقای گل فصل قبل، این فصل هم میخواد خودش رو به صدر جدول گلزنان نزدیکتر کنه. هفتمین گل فصل آرش برهانی. حساب 10 نفره با این حرکتی که آرش برهانی انجام چه اشتباهی که سرابخت روزه عالی کار کرد. آرش برهانی موسیقی کنترل کرد و اینجا پای چپ دروازه رو باز میکنه. موقعیت برای خسرو حیدری، توپ رو جلوی برای پا عوض میکنه، سال میکنه برای دروازه، یک ضربه سر توی دروازه گل برای استقلال. ضربه سر استادانه آرش برهانی. 1-1 استقلال و چه موقعی هم استقلال گل میزنه. اولین موقعیتی است که برای آرش برهانی بهترین گلزن رقابت لیگ برتر به وجود میاد و او هم با ضربه سر روی سانتر استادانه خسرو حیدری دروازه رو باز میکنه. جباری باز هم پاس خوب، یه حرکت عالی از برهانی و یه گل استثنایی از آرش برهانی. پشت محوطه جریمه رحمتی، سانتر دیگری از امیرآبادی، فرصت برای برهانی توی دروازه گل مساوی استقلال آرش برهانی میزنه. مثل همیشه در داربی‌ها خوب عمل میکنه و گل میزنه. و جلو میاد
پاس برای علی حمودی در سمت راست، بازم عقب‌تری جباری شوت زد، سانتروی دروازه، موقع برای استقلال و گل. گل برای استقلال. فرصت برای استقلال از سمت راست فراهم میشه. یه سانت بلند، یه ضربه سر و توی دروازه. برهانی. فرصت برای برهانی توی دروازه. عالی حرکت میکنه برهانی. حرکت دیدنی برهانی، خود برهانی عالی حرکت میکنه برهانی توی دروازه. تک به تک و این هم گل اول. گل اول رو آرش برهانی برای استقلال میزنه. توی دروازه آرش برهانی. تیم برای فتح دروازه همدیگه در نیمه دوم به نسبت نیمه اول بیشتر شده. یه موقعیت عالی برای استقلال داخل محوطه جریمه، تراکتورسازی، این ضربه و توپی که درون دروازه قرار میگیره. گل برای استقلال با ضربه‌ای که برهانی میزنه. دروازه تراکتورسازی باز میشه. این هم خوشحالی هواداران ناظر در ورزشگاه یادگار ما، هواداران استقلال که تعدادشون به نسبت هواداران تراکتورسازی خیلی کمتر هست. شادی هواداران استقلال در برابر سکوت مطلق هواداران تراکتورسازی. یک بار دیگه صحنه رو مرور می‌کنیم. به سادگی حرکت کرد آرش برهانی با این ضربه از گوشه محوطه جریمه دروازه حامد لک رو فرو ریخت تا بازی 1-0 بشه به نفع استقلال. علیرغم اینکه بازیکن جوان زیاد داره به حال جوری ساخته که حالا اینجا در مقابل استقلال هم شرطش خطرناکه و گل هم میخوره. دروازه سایپا تو این لحظه باز میشه و استقلال به گل میرسه. گلی که میتونه واقعا تیم استقلال رو در کورس قهرمانی نگه داره. آرش برهانی بود در فوتبال ایران. 100 گله شد آرش. به قول معروف میگن به باشگاه 100 تایی ها پیوست. گل استقلال یک بار دیگه نگاه کنیم. به اکستاده خوب حرکت کرد و آرش برهانی توپو به زیر طاق دروازه کوبید. به این ترتیب